او کسی که به نماز صبح به خواب میماند، یعنی در حقیقت نمیداند به خواب میماند، بس جدایی است. او کسی که خود را به خواب میزند، میداند که وقت نماز هست، خود را به خواب میزند، او بندگی از نفس شیطان میکند. خود را متوجه بسازد که او پیروی از راه شیطان میکند. اما کسی که زود بلند میشود، بشارت باد بر او جنت الله. مسئله زکات هم عین نماز می باشد. وقتی مالک نصاب شدی، وقتی الله برایت ثروت و نعمت اقتصاد را داد، چکار کن؟ سر وقتش زکات را از مال خود جدا کن، زکات را بیرون کن. همان لحظه که تو زکات را بیرون میکنی، اعلان بندگی به درگاه الله هست و پا گذاشتن بالای هوا و هوس و نفس می باشد و پا گذاشتن بالای خواهشات نفسانی هست. و در حقیقت چیست؟ رفتن طرف جنت الله می باشد. مسیر جنت را برای خود خریداری می کند کسی که اوامر الهی را بجا بیاورد.